بعد از سپاس ستایش پروردگار عالمیان و درود و سلام به شما بر حبیب رب العالمین مبعوث رحمت للعالمین محمد خاتم الانبیاء والمرسلین. موضوع ما انشاءالله امروز درباره وقت شناسی است. منزلت و جایگاه وقت است و مهم دانستن و شمردن وقت است که الله تبارک تعالی بهترین سرمایه فرزند آدم را این وقتی اون در اختیار اون گذاشت که در واقعیت وقت خیلی قیمت است. گرانبهاترین چیز این وقت ما و شماست، اما متاسفانه ما میبینیم که فرزند آدم انسان ها این گرانبهاترین چیز، قیمت بهاترین چیز که وقت است به آسودگی، با آسانی و به پروایی از دست میدهد میخواد بیهوده، که این وقت اونقدر قیمت است که این دوباره برگشته به دست آورده نمیشه. وقت خریده نمیشه، وقت جمع کرده نمیشه، وقت دوباره به دست آورده نمیشه. وقت فقط در حالت رفتن است، وقت فقط در حالت کم شدن است. همه چیز میشه به دست بیاری، بایگری میشه به دست بیاری، طلا و نقره زر سیم از دست دادی دوباره میشه به دست بیاری، اما وقت نمیشه. وقت همیشه در حال رفتن است. وقت از همه چیز قیمت‌تر است. با پول چیز خریدش نمیشه. الله تبارک و تعالی خالق ما و شما را خلق کرد، از نیستی به هستی آورد، ما و شما را همین خیلی نگذاشت. ما و شما را تعلیم داد، علم بخشید، راهنمود کرد، ارزش ها را برای ما و شما فهماند. الله تبارک و تعالی در کلام پاکش در چندین جاها، در چندین سوره ها، آیه های مکرمه با این وقت به زمان قسم خوردن. یعنی یک بار دو بار، چندین مراتبه قسم یاد کردن. در سوره مبارکه انشقاق، در سوره تکویر واللیل قسم میخورد، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. در سوره انشقاق فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. در سوره فجر والفجر وليال عشر. در سوره والشمس والضحى واللیل. در سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر. با وقتها و زمانهای شبانه روز الله تعالی قسم خوردن. یعنی این ارتنا ما بدونیم که الله حق داره به هر چیز قسم خوردن، اما ما و شما بندگان الله بغیر نام الله حق نداره به کسی قسم خوردن. بغیر الله قسم خوردن شرک است. اما الله تبارک و تعالی حق داره قسم بخوره. اینجا چندین بار قسم خوردن به وقت، به زمانهای شبانه روز، تا جلب ما را، توجه ما را به سوی وقت بکند، تا ما بدونیم وقت چقدر قیمت است. تا ما و شما قدر، قیمت و منزلت و جایگاه این وقت را بدونیم، ارزش را بدونیم. در سوره مبارکه انعام الله تبارک و تعالی فرمود وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا
خداوند تبارک و تعالی شب را و جعل اللیل سکنا، شب را مایه آرامش قرار داد. یعنی شب را خداوند خلق کرد برای ما و شما تا ما و شما در شب استراحت کنیم، تا ما و شما در شب راحت کنیم، دم بگیریم. یعنی برای ما و شما. سبحان الله. ما و شما کییم؟ بندگان الله. بنده نوازه. کی است که برای ما شب خلق کنه؟ کی است برای ما روز خلق کنه؟ تمام دنیا و هستی را الله برای ما و شما خلق کرد. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. هر چی در زمین است در دنیا برای ما خلق کرد الله. این دوستی الله است، این مهربانی الله است نسبت ما و شما بندگانش. و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا. الله تبارک تعالی شب را مایه آرامش و شمس و القمر حسبانا و خورشید ماه آفتاب و مهتاب را وسیله و اسباب حساب زمان قرار داد. و در سوره مبارکه الرحمن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الشمس والقمر بحسبان. یعنی آفتاب و مهتاب، خورشید ماه به حساب نظم و دقیق به حرکت هستند. یعنی همون راه و روشی که و همون برنامه‌ای که الله آفتاب مهتاب خلق کرد به همون سرشون، به همون راهشون به فرمان الله ادامه هستند، ادامه می‌دهند. برای کی؟ برای ما بندگانش. وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. یعنی الله ذات عظیم است که برای ما و شما آفتاب و مهتاب مسخر کرد، یعنی که در اختیار ما و شما گذاشت. آفتاب و مهتاب در خدمت ما و شما هستند. آفتابش تمام دنیا هستی را گرمی میده، انرژی میده، انسان‌ها را، پرنده ها را، حیوان ها را، نبود تمام چیزا، میوه ها را. آفتاب نباشه سبحان الله چه خیلی میشه. یعنی الله این مهر محبت الله نسبت ما و شماست. پس الله سبحانه و تعالی فرمود که آفتاب مهتاب چی هستند؟ در حساب هستند، در حرکت هستند. یعنی که وقت به دست میاد از روی آفتاب مهتاب، گردش وقت دانسته میشود. همون خیلی که ساعت ما و شما در دست میبنده، وقتها و زمانها و ساعتهای شب روز میفهمیم. یعنی ساعت هم برای در اختیار ما و شما خداوند گذاشت. تصور که اگر در دنیا ساعت نباشه، وقت نباشه، دنیا نظم دنیا به هم میخوره. تمام عبادت ها در دین و تمام برنامه های دنیا وابسته به ساعت و وقت هستند. تصور که انسان ها اگر وقت ندونن چقدر مشکل سخت میشه. این مهر الله، محبت الله، این نعمت الله. یعنی با پی در پی آمدن شب و روز، تشکیل شدن هفته ها، ماه ها، سال ها، پیدایش فصل های چهارگانه، بهار، تابستان، تیرماه، زمستان، یعنی به سبب گردش و چرخش آفتاب و مهتاب هستند. حیات ما و شما وابسته این شب و روز است، گردش آفتاب و مهتاب. از روز خلقت که الله تبارک تعالی آفتاب و مهتاب خلق کرد تا قیام قیامت، آفتاب و مهتاب در چی هستند؟ در گردش هستند. یک ثانیه، یک دقیقه، یک لحظه ایست نمیکنند، سر جاش نمیایستند، توقف نمیکنند. حیات ما و شما از همین شب روز تشکیل میشه. پس هیچ یک از ما و شما حق نداریم یک ثانیه، دقیقه، یک لحظه از لحظات زندگیمون به هدر بره، به بهوده بره، پوچ مشغول کارهای بهوده و بی معنی باشیم. حق نداریم.
ما همیشه حیات زنده نمیمونیم. ما همیشه این خیلی شانس نداریم. این شانس الله داده. چه خیلی گفتیم با پول خریدش نمیشه. هوشیار باشیم. این وقت گفته رسول وری پولیا فقط حرکت بکنه میره فقط کم میشه. ما همیشه صحت سلامت نمیمونیم. والله وقت به حد قیمت ہے، ارزش بسیار بالا. از دنیا قیمت ہے. چه خیلی گفتن همه چیز میشه بعد دوباره به دست بیاری، اما وقت نمیتونه. فقط وقت در حال رفتن است. فقط رفتن. وقتی که رفت ابد میرود، هرگز بر نمیگرده. از اون طرف حیات مرگ نزدیک میشود. حیات اگر چی دراز هم باشه 100 سال هم زندگی باز هم کمه اندک. وقت تیز زود میگذره. الله تبارک و تعالی مشبور تعلیم میده بندگان شه. خداوند خیرخواه است. خیر خوبی ما رو میخواه. فایده ما و شما رو میشه. ترقی پیشرفت ما رو میخواه. آبرو عزت ما رو میخواه. تعلیم تربیت میده. قیامت نقل میکنه. کسانی که در روز قیامت میغلطن، یعنی کسانی که مردن رفتن از دنیا، کسانی که پیش از ما زندگی کردن اینجا دنیا را ترک کردن رفتن در قیامت. خلاصه الله تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. یعنی زمانی که انسان در روز قیامت میغلطن، دهشت روز قیامت، حیاتش فکر میکنن، زندگیش فکر میکنن. یعنی اگر چی زندگی دراز نباشه خیلی کوتاه زود میگذره. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. فکر میکنن که در دنیا چقدر وقت بودن زندگی کردن. یعنی فکر میکنن که یک عشیة او ضحاها در دنیا زندگی نکردن مگر یک بیگاه بودن یا یک سحری بودن. یعنی یک چند ساعتی زندگی کردن. اگر چی 100 سال هم زندگی کنی وقت تیز میگذره. یا در سوره مبارکه مؤمنون میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. در روز قیامت از مردم پرسیده میشن که در دنیا چقدر شما زندگی کردید؟ در حیات دنیا، این دنیا که ما الان زندگی میکنیم، اون دنیایی که ما شما هستیم در اینجا، یعنی ما اونجا نرفتیم. مردم در جواب میگن قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. مردم در جواب میگن ما در دنیا زندگی یک روز یا که نیم روز زندگی کردیم. یک روز نیم روز، یعنی 100 سال هم زندگی نی باند یک روز نیم روزه تیز میگذره. مثلا پس هدر ندیم وقت را، بیهوده صرف نکنیم وقت را، قدردانی وقت کنیم. هر کس اگر قدر وقت دونیش استفاده کرد برای فایده خودش میکنه، برای ذخیره آخرت خودش. اگر کی دستی کرد گرفت وقت کشی کرد خودش ضرر میبینه، زیان خودش میچشه، عاقبت کارش خودش ملاقات میکنه. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادي. با میگن که مردم که پرسه از کسانی که میشمردن، ملائکه‌ای که بودن میشمردن، پرسه شو یک روز یا که نیم روز زندگی در دنیا. سبحان الله، چقدر از ما با وجود این کوتاهی چقدر از ما و شما وقت کشی میکنه. همین خیلی چپ روز بپروا. حیات چقدر وقتها، چقدر روزها، چقدر ماها، چقدر سالها از پیش ما و شما به هدر میروند. اصلا تکان نمیخوره که وقت رفت. سبحان الله.
الوقت امام شافعی رحمت الله فرمودند که الوقت سیف ان لم تقطع قطعک، یعنی وقت مثل شمشیر برون است، تیز الماس. یا از وقت انسان درست استفاده میکنه هوشیار میشه، زرنگ میشه، بیدار میشه، تک تک وقتاش استفاده من در کارهای خیر درست برای پیشرفت دنیاش، برای آخرتش، یا که در غفلت میمونه. وقتی غفلت قد شمشیر میبره انسان. یعنی وقتی که انسان در غفلت تو بیدار میشه، یک زمان بیدار میشه میگه که حرکت در این موبایل 10 سال 15 سال شاید یک حیات رفته باشه، سرم میخوابه دیگه الله اکبر، حیات رفت به بیهوده دیگه، نشاش خریده، نشاید برده برگشته آورده، نه بعد دنیا کاری کرده نه به آخرت. سبحان الله که جورا میگیری دیگه در لب قبر یک قدم دیگه مونده. اینجا امام شافعی رحمت الله علیه میفرمایند که اون عالم بزرگ امام اهل سنت و جماعت هوشیار باشه، میگه وقت بسیار تیز است مثل شمشیر برون الماس است، یا که انسان استفاده درست میکنه یا که وای انسان میبره. یعنی که از استفاده کردن وقت انسان غفلت میورزه، وقت تیز میگذره، تمام میشه وقت. بخصوص جوانی، الله اکبر، جوانی اینقدر خودش کوتاه، نه خیلی کوتاه. تا جوانی رسیدن 20 سال چند سال دوران کودکی طفلی میرم، از 40-50 اس میشه پیری میشه، خودش خیلی کم است، اما با وجود کمش با وقت خیلی تیز میگذره، زود میگذره. وقتی که از امام اهل سنت جماعت احمد بن حنبل رحمت الله علیه پرسیدن که 77 سال داشت، سن سال داشت، پرسیدنش گفت که من جوانی را گفته نمیتونم، یا که من جوانی تشبیه مانندی که نمیتونم، مگر مانند اون چیزی که در آستینم بود از آستینم غلطی. سبحان الله، اون چیزی که در یک چیز مانند یک چیزی که در آستینم بود دستگیر نکرد، غلطی از دستم غلطی. جوانان خیلی تیز میگذره. سبحان الله. ای جوانان، ای برادرها، وقتتو ضایع نکنید، بیهوده به هدر ندید. سبحان، شب روز چقدر از ما هستن که وقت کشی میکنن، تو حتی مردها برادرای سین سال کلان تلفن بازی میکنن، وقت کشی میکنن. سبحان الله. خیلی کودک طفل همون خوب نیست، خیلی میفهمن، اما مردم کلان سبحان الله چقدر شب روز تلفن بازی میکنن، وقت کشی میکنن، یا در صرف یوتیوبش میکنن، فیسبوکش میکنن، اینستاگرامش میکنن، شبکه‌های اینترنتیش ساعت‌ها را در روزش ساعت‌هاش از دست می‌دهد. که طبق معمول، طبق اخبارات، استاتیستیک انسان‌ها 7 ساعت در روز شبانه روز این موبایلش سرید میشه، 7 ساعت در شبانه روز در اینترنت، شبکه‌های اینترنت می‌دهد، ضایع میکنه. حیف میکنه. اعوذ بالله. کاش که درس میخونه، یگان چیز یاد میگیره، تعلیم، یگان کار، یگان چیزی که تماشا میکرد که بعد درد دنیا و آخرتش میخورد. سبحان الله، همین خیلی بیهوده. من برای خیلی برادر و خواهرایی که وقتهاش که از دنیا قیمت‌تر است، ارزش‌تر است، بهتر است، قیمت‌تر است، برام گفتن هستم که وقتی که اینترنت می‌داره از الله بترسه، این را فراموش نکنه، الله شما را می‌بینه، الله حاضر ناظر است. همین خلقی صحیفه اینترنت باز کنید، در چی می‌برند؟ صورت‌ها و کینه‌های مبتذل می‌برند. این همه برنامه‌ریزی دشمن است تا ما و شما را و تا فرزندای ما و شما را از راه بزنن، از الله بزنن، تا ما و شما بی سواد کنن، قدر قیمت خود مونه، قدر قیمت حیات مونه، قدر قیمت وقت ما ندونیم، تا خود به ارزش به آبرو شیم. امروز ما خود در خانه شدگی دشمن با اون برنامه ریزیش خانه ما اومدگی هست. چقدر از ما تا حد کارم کنم بگم که من وقت ندارم با فرزندانش صحبت کنم، تربیت تعلیم تیان خود اوقات در دست اوقات در دست تلفن در داخل شبکه‌های اینترنتی است، وقت ندارم با فرزندانش صحبت کنم، یا که تلویزیون
امروزه دشمن بیدار است در میدان در معرکه میدان اومده که تو حتی ما و شما تا حمام میریم برای دستشویی سبحان تا همونجا شامپونمون صورتهای لخت برخنه زن تنهای لخت داره تا صابونمون صورتهای بخترهای لخت برخنه تا برای چی؟ برای ضربه زدن و ایمان و ارزش ترین چیزی که ما داریم ایمان اسلام است. از الله بترسید، تقوا را پیشه کنید، ایمان و اسلام را محافظت کنید، دین را محافظت کنید، وقتا تو ارزش رو بدونید، وقتا تو بیهوده صرف نکنید، بی سواد و بدانش نشین. این خدر الله سبحانه و تعالی در قرآن برای ما تعلیم می‌دهد کی ضروری دنیا بهتر از برنامه‌های الله داشته باشد. یگان قوم ملت نداره مثل ما و شما که الله داده است برای ما و شما. قدر قیمت این کلام الله و دین و برنامه‌های زیبای الله سبحانه و تعالی بدونیم، وقت ما ضایع نکنیم. والله قسم می‌خورم یک دقیقه ثانیه بهتر از طلا و نقره و سیم زر است، از بایگری است. انسانی باید همه انسان ها آماده هستند وقتی که مرگ سراغشون میاد، وقتی که حیات تمام میشود آماده هستند تمامی دارایش بتیان، تمامی پولاش بتیان، چیزاش بیزنس، ماشین، قصر، همه چیز بتیان، اما یک لحظه جون بخرم از مرگ. اما اذا جاء احد الموت، زمانی که مرگ بیاد یک ثانیه مهلت نمیده ما و شما را. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه اوی بنده من بود هوشیار باش، بیدار شو. در سوره مؤمن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون. وقتی انسان از دنیا بگذره در محشر میزنه اون قیامت و قیامت، روز دهشت، روز سنگین، اون روزی که انسان از برادرش از زنش از پدر و مادرش میگذره، چون که آتش جهنم است. اونجا میرسد انسان از الله طلب میکنه رب ارجعون رب ارجعون، الله برگردون من برای دنیا، یا الله من مهلت بده، یا الله من برای دنیا برگردون. برای چی؟ برای کسب مال جز، یا برای به دست آوردن بهترین مارکه ماشین، یا که ساختن قصر، بهترین قصر. برای چی میپرسن این انسان؟ مقصدش چی است؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک. تو من میگه که یا الله اون چیزی که از دست دادم در دنیا قدر قیمت وقت نمیداشتم، تو را عبادت نکردم، الله منو بر بگردون تو تو را عبادت بکنم. یا الله بر بگردون من تو را عبادت بکنم. اون کمبودی که در حیاتم جبرانش کنم. اما در جواب گفتم شد کلا، هرگز، یعنی هرگز انسان بر نمیگردد. پس ما و شما حالی نرفتیم، حیات هستیم. از الله بترسیم، قدردانی بوده وقتا مکنه. اگرچی 100 سالم زندگی کنی بازم کم است، بازم یک لحظه است. شاعر میفرماید که نگه دار فرصت که عالم دم است، نگه دار فرصت که عالم دم است، دم پیش دانا به از عالم است. فرصت، نگه دار فرصت یعنی وقت تا لحظه زندگی در غنیمت بشو، نگه دار، مراقب کن چیکار در چیکار بار مشغولی. چرا؟ عالم دم است، دنیا یک دم است، دنیا حیات به اندازه یک لحظه است. نگه دار فرصت که عالم دم است، دم پیش دانا به از عالم است. یک لحظه، یک دم، یک نفس برای انسان دانا، برای انسان عاقل هوشیار دانشمند به از دنیا. دنیا از بین میره، هیچ ارزش نداره. وقتهای ما قیمت هستند. حیات بسیار تیز میگذره. از حیات فقط یک خاطرات میمونه. سبحان که شاعر میفهمد آثار زندگی نقشی است که از ما باز مانده، آثار
زندگی نقشه است که از ما باز ماند که هستی رو نبینم بقای مگر صاحب دل روزه کنه در حق مسکین دعای. یعنی یک خوابی خیال حیات میگذره، فقط انسان اعمالش میمونه، کردارش میمونه. چه خیلی که دستی خوری به این دنیا آمده از طریق مادر خدمت رفتن هم دستی خوری میده، فقط انسان چی میشه؟ اعمالش، کردارش، نیکش به دستش میخوره. در دیگر شعر شاعر میگه که برای همین کوتاه بودن حیات که در اصل ما هم شما میدونیم که وقتی که تولد میشه فرزند در گوشش، گوش راست چپ از آن قامت میگن، اما نماز نداره. نماز وقتی که جنازه میشه به اذان به قامت میخونن. یعنی حیات انسان در مابین دو نماز است، در مابین دو وقتی نماز است، خیلی کوتاه است. شاعر میگه که یاد داری که وقتی زادن تو، یعنی وقتی تولد کردن تو، یاد داری وقتی زادن تو همه خندان بودند و تو گریان. وقتی تولدش همه خرسندن اما تو گریه میکردی. تیفو بده میگه آنچنان زی که وقتی رفتن تو، آنچنان زندگی که کی وقتی رفتن تو همه گریان بودند تو خندان. همه گریه که تو خندان ملاقات الله رب العالمین، حیات جاویدانی، ملاقات الله، بهترین بندگان الله در روز قیامت. آنچنان زی که وقتی رفتن تو همه گریان بودند تو خندان. یعنی از دست دادن فرصت ها، وقت ها، این معنی داره که ما شما یعنی سبب و اسباب موفقیت از دست داده. خدای نخسته کاری نکنیم که وقت از دست بدیم، چون که وقت درست، هر کس که از وقت درست استفاده کرد یعنی که اون موفقیت به دست میارد، موفق می شود. وقتی نظر بکنیم به مکتب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و شاگردان محمد رسول الله میبینیم که بسیار حریص بودن در وقتاشون، بسیار سخت وقت رو استفاده میکردن، چون که این برنامه‌ریزی پیغمبر ما شما بود علیه السلام. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید، سخنی مشهور است که میگه من برای هیچ چیز حسرت پشیمان نخوردم مگر با اون روزی که در همون روز علم من زیادتر از روزی گذشته نشده. یعنی برای یگان چیزی دنیا و مال دنیا. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یکی از صحابه پیغمبر بسیار عالم، کلام، مشهور، نونبلند، همه اصحاب پیغمبر خدا نونبلند است، اما ابن مسعود رضی الله عنه نه بر سر مالش چیزش حسد، فقط بر سر چی؟ اون روزی که از پیش من گذشت، در همون روز علم زیادتر از روز گذشته. یعنی این معنی نداره که درس نخوندن، یعنی در همون روز علم من زیادتر نشید، مولتر نشید از روز چی؟ از روز گذشته که دیریز از دست دادن، پشیمان حسد. حسن بصری رحمه الله یکی از تابعین، یکی از زاهدان تابعین میفرمایند که من انسانان را دیدم که حرص و طمعشون نسبت وقتهاشون، حیاتشون اینقدر زیاد بود که چندین بار از برابر مولتر زیادتر از حرص و طمعشون از طلب کردن مال چیز، طلا و نقره، زر مال دنیا. اون در ادامه میفهمد که ای فرزند آدم، ای فرزند آدم، میگه تو یعنی حیات تو از شب روز تشکیل میشود. وقتی که شب میگذره یعنی یک قطعه حیات تو، یک قطعه جزئی تو از بین میرود. وقتی روز میرود شب میره، همین خیلی هر روز شب روز تصور که یک قطعه حیات ما، گویا که یک قطعه جزئی ما، تن ما میرود تا اونجا که شب روز بیاین به آخر برسن. یعنی شبها و روزهای ما شما
محدود هستند. وقتهای ما شما محدود هستند، بیشمار نیستند. تا حد نفسایی که ما میکشیم محدود هستند و حساب هستند و آخرین نفس است که نفس انسان است که اعلان میکنه پایان حیات ما و شما را. که سعدی رحمت الله میگه که هر نفسی که فرود میرود ممدح ذات است، وقتی که بیرون میاد مفرح ذات است. یعنی که برای هر یک نفس کشیدن میگه یک شکل واجب، یک شکل بر عهده انسان واجب است. تصور کنید که چقدر ما و شما نفس میکشیم در شبانه روز، اصلا احساس فکر نمیکنیم همین خیلی ما نعمت وجود داره. سبحان الله. این قدر قیمت نفس کشیدن وقتا سونه کی میدونه؟ کسانی که ازش گرفته شده، کسانی که مردن رفتن. و این تعود نعمت الله لا تحصوها، یا نعمت الله. علما و دانشمندان میفرمایند که کسانی که مردن رفتن از دنیا، اگر برای اونها این خیلی شانس داده میشد که شما این دنیا با همه داراییش و یک روز برای شما این دنیا را و داراییش و پولش و چیزش اختیار میکنی که برای فرزندات، مثلا که در دنیا همه دعوت زحمت عذابت مشقت غم غصت همه فرزندم گوش دادن آتش نمونه در جامعه در مابین مردم همه غم و غصه فرزند بود میگه. خب این دنیا با داراییش برای فرزند اختیار میکنی یا یک روز برای خودت اصلاح میکنی پیش خداوند. هر آینه علما میفهمن همین یک روز بجای خود یک ساعت اختیار میکنن، دنیا رو اختیار نمیکنن. یعنی همون یک ساعتی که در اختیار ما شما امروز هست، ما شما قدرش نمیدونیم، قیمتش نمیدونیم، منزلت دنیاش نمیدونیم. همین خیلی با آسانی از دست دادیم. چه خیلی گفتیم از دست دادن وقتا، یعنی این از دست دادن موفقیت است، از دست دادن پیشرفت است. وقتی ما شما مطالعه میکنیم برادرانی که نیک نام بلند در تاریخ سبب چی شدن؟ سبب محنت و زحمت های کشیدگیشو وقتاش استفاده سخت کردن، از وقتاش بسیار سخت استفاده کردن. امثال امام بخاری رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، ابو علی بن سعید، کسانی که در طرفای ما و شما از وطن ما و شما هستند، یعنی هم میراث ما و شما هستند. سبحان الله. در تاریخ چقدر نام بلندی دارن. الله اکبر. سبب چی؟ سبب زحمت های محنت وقتاش به در نمیدادن، بیهوده نمیرفت، یک ثانیه لحظه وقت نداشتن، همیشه در محنت زحمت داشتن. چقدر ما و شما ماشاءالله وقتی یک برادر میبینیم لقلق سمجه صحبت چپ را ساعتاش خطی میشنیم وقت کشی میکنیم. سبحان الله. از عامر بن قیس وقتی یک انسان، یک عالم مشهور است، یک انسان میگه که یک لحظه صحبت کنیم چخ کنیم، میگه سبحان الله افتو و معن کن، افتو معن کن. یعنی وقت من تا حال تا زمانی که افتو در گردش هست وقت رفته است، من نمیتونم ایست کنم سر جام بیستم. برای همین بیا برابرم بیا، هر سوال داره، هر چیزی میخواد صحبت، اما متاسفانه میبخشی من ندارم وقتی ایست کنم با تو چه صحبت چخ کنم. یعنی این خدر حریص نه وقتاشون. سبحان الله. امام غزالی رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام بخاری رحمت الله علیه، ابو علی بن سینا رحمت الله علیه و صدها هزار علما دانشمند که در اسلام هستند و یا در شرح زندگی نماش می‌نویسند که ما در 24 ساعت در شبانه روز یک ساعت کامل هم خواب نمی‌کردیم، همیشه در زحمت محنت در طلب کسب علم هنر پیشرفت بودیم. تصور کنید یک ساعت کامل، تا حتی میگن تا 45 ثانیه را خواب کردیم. الله اعلم. در شبانه روز سبحان الله این خدر حریصی وقتاش بودن. از خود امام غزالی رحمت الله علیه که از شاگردانش طلب میکنه که من نصیحت کرد در حیات و این نصیحتش میکنه، کتاب مینویسه ایها الولد المحب، نام کتاب است. نصیحت یعنی توفه برای شاگرد چه میگه که ای فرزند عزیزم،
نشانه و علامتی که الله سبحانه و تعالی از بندش، از تو، از ما و شما رو میگردونن، اعراض میکنن، این است که ما و شما و بندگان الله مشغول کارهای بیهوده شوند. سبحان الله، مشغول کارهای بیهوده، مشغول کارهای پوچ و بیفایده شوند. سبحان الله. زمانی که دیدی برادر عزیز چخچخ دولونی بیفایده کیسه ایرا بدون الله اعراض کرد. یا که وقتی که سریال تماشا می‌کنی چپ راست الله از تو روگردون است. یا که در اینترنت چپ راست ساعتاش میکشی خدا ات ناراضه. سبحان الله. تو خدا کشتی با دست خودت، یعنی وقشی در معنویت خود کشی های. بخصوص در این زمان ما شما زندگی میکنیم، چقدر ابزار، چقدر برنامه‌های علی باطل ما شما را از حق بیرا کردن شب روز کار میکنن که ما شما مشغول کارهای سخنهای پوچ بیهوده کنیم، ما تا ما شما خفا بریم، تا ما شما بی‌سواد شیم، جاهل شیم، تا ما شما بیدار هوشیار نشیم. با در زمانی که ما شما در آخر زمان زندگی داریم، یکی از علامات قیامت این است که در وقت به برکتی میاد، وقت تمام برکت نمیونه. یعنی سالهایی که طول است به اندازه یک ماه میشه، هیچ چی معنی نمیده، تیز میگذره. ماه به اندازه هفته، هفته به اندازه روز، روز به اندازه یک ساعت میشه، هیچی دستگیر نمیکنی. با وجود این خبات کار بیهوده، گپای بیهوده، سبحان الله، یک ساعتی کامل خواب نمیکنه. ابو علی بن سینا رحمت الله علیه 45 ثانیه در شبانه روز خواب میکردن. در 10 سالگی فلکه حافظ قرآن عالم ختم کرد. 16 سالگی در روی دنیا که در خم اول بود در تیب. امروز ببین از مردم ما چقدر خفا زنگید 60 70 ندارن، اکثر ما هنر نداریم. سبحان الله. 16 ساله رقم اول در روی تازی را نام نک، نام بلند داره، نام بزرگی داره. همه جا ابو علی اویسی در مشهور، همه عیبان خودمون هستن. قدر قیمت وقت رو نمیدونن، ارزش وقت رو نمیدونن، فرزند دارن. از زمانی که مسلمان ها ارزشی وقت و قائل نشدن، قیمتی وقت ندونستن، وقت به هدر دادن قفا زدیم. و از سبب قفا زدن ما و شما مسلمان ها دنیا چقدر ضرر زیان دیدگی هست. در زمانی که ما بودیم سبحان الله دنیا شکوفا بود، ظلمی سیزمه نبود در روی دنیا، تا اونجا که گرگ با گوسفند یک جا سیر میکردن. در زمان دومین عمر رضی الله عنه، نبیرای حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه که او مشهور است، به سبب از دست دادن وقت ها، گرانبها را از دست دادن، بیهوده ارزش قائل نکردن، سرگرمی کارهای پوچ بیهوده شدن، یعنی قفا زدیم. امروزه به اون حالی که ما خودمون مشاهده کردیم، امروزه که ما و شما زندگی میکنیم چنان درسی عبرت است که در یگان مدرسه، در یگان دانشگاه خونده نمیشود، چون که بعد چشمش هم میبینیم نسبت ما و شما چی کارایی میکنن. سبحان الله. سببش چیه؟ بر بگردیم به سوی دین، به سوی ایمان رو قوی کنیم، وقتها را ضایع نکنیم. گفتانه بسیار، اما وقت تمام شد. امروزه میبینیم تمام میکنیم شبا. حتی این امریکای ما هستیم فکر میکنی با خواباشو، با خوابای طولانیشون اینقدر پیشرفت کردن. نه، با برنامه‌های دقیق، عمیق، منظم، شب روز مهنت تا این پیشرفت کرد، تا ترقی کرد، تکنولوژیش پیشرفت، تا اونجا اسبابایی داره که سبحان الله با 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت خواب نه، یا که با زندگی بی برنامه پوچ نه، هدفمند. هر کسی که پیشرفت کرده، یکم آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی کلام پاک شد، قرآن کریم باز کرد که شد اقرا بسم ربک الذی خلق، علم بگی، دانش بگی، سواد بگی، نگو روزه نماز بگی.
چقدر ما به سواد هستیم. بزرگترین مصیبت جهل، نادانی است. پس هر کس پیشرفت کرد از روی برنامه دقیق وقت‌هاشون، مهنتشون، پس با ماش بر بگردیم ان شاء الله. وقت ما شو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.